دیروز در ورزشگاه مرکزی شهر ایسور دسته منتخب توپ 20 ساله تاجیکستان با دسته منتخب جهانی سوریه بازی تجربوی و دوستانه برگزار کرد. این دسته ها یکمین مرتبه سال روان در ازبکستان در بازی‌های نهایی چمپیونات آسیا اشتراک می‌کنند. گزارش شما را پیگیری کنید. دسته منتخب جهانی تاجیکستان نوکک از ترکیه برگشت و در آنجا بازی‌های رفیقانه هم دویر کرد و آمادگی پخته هم دید. زیر روبری الک گوبارف دسته منتخب تاجیکستان اکنون با پورگی با بازی‌های نهایی چمپیونات آسیا که در ازبکستان برگزار می‌گردد آماده است. جوانی ما در ترکیه با عراق 0-0 بازیدند، با الکسی لهستان 1-1، بر آذربایجان دسته جوانش 2-1 پیروز شدند، از بخارای ازبکستان 1-3 شکست خوردند و با ویشیستا کراکوی پولشا با حساب 1-2 مغلوب گردیدند. حالا اکنون وقتی آن رسیده بود که مربیان ما در ورزشگاه مرکزی هنر و استعداد این بازیگران را باری دیگر سنجند. در این وخوری سرمربی دسته ما سهراب خوجا یوسفوف را در دروازه، مهربان کریموف، اسدبек زیازاده، رحمتشاه رحمتزاده، شهرور اینت‌الله را در خط محافظت و حالا هجومی نهایت خوبی فوتبالبازان دسته منتخب جهانی تاجیکستان بود، ولی باید کمی هم خطا رفت و اینجا که یک بار دیگر توجه میکنیم گزارش خیلی خوب بود و نهایت ضربه هم خوب زده شد. ما اینجا هنرنمایی روزی محمد عبدالرحمنوف رو دیدیم که پاسی عالی داد و ضربه هم خوب زده شد. در این برابر صلاح‌الدین ارگاشев، عزیزبек حییتوف، سلام اشورمامدов، فریدون давлатов، احمدونی کمالов و سنت الله عزیزов اینها بازیگرانی بودند که اساسی به حساب می‌رفتند و در میدان از اولین لحظه ها برآمدند. با دسته منتخب سوریه ما باز یک بازی دیگر روز 24 فوریه برپا میکنیم. اینجا در آغاز بسیار هجوم‌های برق‌وارانه دسته منتخب تاجیکستان به چشم رسید، اما توپ وارد توری دروازه نمیگردید. نیمه اولی وخوری هم با همین نتیجه 0-0 به پایان رسید و نیمه دوم شروع شد و فوتبالبازان دسته منتخب سوریه هم در خط هجوم خیلی اعلانه بازی کردند و حالا باید اینجا بسیار یک حالت خوبی بود برای فوتبالبازان این دسته که از مسافه نهایت نزدیک بازیگری اینها الی سفر توپ را به ثمر نرسانید و یک هجوم دیگر از جانب راست میدان است محمود ایازوات و اینجا این ضربه که حالا اجرا می شود توپ وارد دروازه گردید و بی‌شبهه این خطا از محافظتگران بود. محمد اسد است که این توپ را در دقیقه 4 وقتی اضافه شده به دروازه زد. بسیار هم گزارش زیبا هم اینجا بود، امکانیت دادیم که همین گونه گزارش انجام یابد و در نتیجه با حساب 1-0 فوتبالبازان دسته منتخب تاجیکستان جوانی تاجیکستان مغلوب شدند. اما خب بازیشون بد نبود، ولی باز کمبودی ها رو باید اصلاح کرد تا در چمپیونات آسیا باز هم بهتر بازی کرد.